سلام بچه ها، وقت همگی بخیر باشه. دیگه در خدمت سینا عزیزیم. خیلی بچه ها، یعنی بیشترین کسی بود که بچه ها درخواست کردن باش پادکست داشته باشیم. یه پذیرش عجیبی که منم مثلش تا الان ندیده بودم. قبل از هر چیزی اول خودتو معرفی کن سینا جان تا بعد بریم سراغ اصل داستان. سلام خدمت شما آقا پدرام عزیز و با استعداد و همه چی تموم. سینا هم سلامت باشی. سینا هم 25 سالم و در خدمت شما. خیلی عالی. عرضم به خدمتتون که حالا دیگه هم من درگیر اسباب کشی بودم هم سینا، ولی تا میتونستیم حالا درست کنیم که بیایم و سینا عزیزم دیگه واقعا قدم بر روی چشم ما گذاشته که تشریف آورد اینجا. سلامت باشی. از بچه حالی کلاس تستوزم بود، فوق العاده بچه پر استعداد، یعنی واقعا با استعداد زیاد و سطح زبان خیلی خوب. یعنی من تا مثلا میگفتم واقعا اصلا سینا سطح زبانش اصلا بین بچه‌ها که من دیدم واقعا چیز خیلی حرفه‌ایه. و خب از ابتدا شروع می‌کنیم. سینا جان عرضم به خدمتت که بریم ابتدای داستان. اصلا چی شد و کی اومدی آلمان؟ اصلا با چه پذیرشی اومدی، چجوری و مسیر ورودت به آلمان رو بهمون بگو. خب من مثل همه بچه ها که به اصطلاح ویزای دانشجویی میان، منم همون جوری اومدم، فقط با این تفاوت که من عنوان دانش آموز اینجا بودم. یعنی من 1 سال اینجا مدرسه رفتم و بعدش اومدم کالج رو دیگه، مثل راهی که همه بچه ها میرن از طریق کالج وارد دانشگاه شدم. خیلی عالی. عرضم به خدمتت که DSA هم داری. DSA تو از کجا گرفتی؟ فکر میکنم از هامبورگ گرفتم. هامبورگ آخن یادم نیست. آره از هامبورگ گرفتم. دمت گرم. خیلی DSA هامبورگ سخته بله. واقعا DSA هامبورگ میتونم بگم شاید سخت ترین آزمون DSA کل آلمان باشه. و چیزی که از این واقعا، یعنی من خودم کالجشو بودم میدونم چه DSA میگیرن و واقعا سخته. آفرین. و هر یعنی تو اون سنتر که 200 نفر میرن آدم میرن آزمون میدن، شاید تعداد انگشتای یه دست میتونن فقط DSA بگیرن. و بریم سراغ اصل داستان. سینا با نمره حادثه 1.8 از کالج مونیخ تونستش که ارزم به خدمتتون که پذیرش پذیرش دانشگاه ماربورگ تو پزشکی بگیره. پذیرشی که بالای آینسکومونون نمیدن معمولا به بچه‌ها و اونم از طریق هوخشولشتات. کاملا یه پذیرش غیر معمول، یعنی پذیرش اصلا استثنایی غیر معمول. از کالج مونیخ شروع می‌کنیم. چی شد و اصلا چی شد که تصمیم گرفتی بری کالج مونیخ و اصلا چه کالجی هست تا الان هیچ صدایی از کالج مونیخ در نیومده اصلا کلا؟ چی شد که وارد کالج مونیخ شدم؟ حالا من اون موقعی که اومدم خیلی بچه بودم، بعد تصمیم گرفتم یه جایی برم که آشنایی باشه، مثلا چون خیلی بچه بودم که اومدم. یعنی منظورم اینه که نسبت به بچه‌هایی که میان اینجا با 20 میان، به 21 من 22 میان، اینجوری میان، من خیلی بچه تر بودم. اومدم اینجا و تصمیمشم فقط از طریق این بودش که بیام اینجا کسی باشه که حالا منو بشناسه و یه ذره مراقبت کنه وقتی بچه بودم. و اومدم کالج مونیخ که حالا تصمیمش درست بود یا نه رو میذاریم بچهای دیگه یک کالج مونیخ جواب بدن که آیا تصمیم درستی هست که برید کالج مونیخ یا نه. به نظر خودت هست یا نه تو بخوای توی کلمه بگی؟ نه به هیچ وجه. و به نظرم اتفاقا حرف کاملا درستیه. و حالا این نه رو باز کنیم، چرا نه؟ مثلا چه سختی‌های کالج مونیخ کلا داره؟ اصلا چه موانعی داره که مثلا حالا اینو وادار کرده سینا رو که بگه نه؟ موانعی ببینید، کالج مونیخ اینجوری براتون بگم که از بگیم یه اسکالای بین 0 تا 100 داریم و چند درصدش مثبت چند درصدش منفی. میتونم بگم 20% مثبت 80% منفی. دلیلش هم اینه که یه دلیل خیلی کامپلکسی داره. اونم اینه که یکی از جنبه‌های امکانات تحصیلیشه که حالا به نظر نکته منفیشه، به خاطر اینکه شما وقتی کالج مونیخ میرید تقریبا برای 2 تا دانشگاه توی بایرن یه پوان مثبتی دارید که توی اون دانشگاه بعد از کالج بیاید. ولی دانشگاه‌های دیگه این پوان در نظر نمیگیرن، نمیگن کالج مونیخ الان مثلا میگم یکی از سخت‌ترین، اگه سخت‌ترین نه یکی از سخت‌ترین کالج‌های آلمانه، پس من معدل این دانشجو رو یه ذره مثلا بگم اوکی الان 1.6 بوده، مثلا اندازه 1.4،
دوی کالج دیگه هستش. این شکلی نیستش. یک کوشش کالج مونیخ با یک کوشش کالج مثلا میگم هانوفر با یک کوشش کالج آسونتر، اینا همه به اصطلاح گلایشورتیش به یک ارزش هستش و برای همین تصمیم درستی نیست. شما توی یکی دو تا دانشگاه پوان مثبت دارید که کالج مثلا میام دانشگاه LMU بشه و شاید دانشگاه رگنزبورگ، ولی بقیه دانشگاهش پوان مثبت به شما نمیدن. و همه هم میدونیم دانشجوهایی که میان کالج مونیخ، هر کالجی که اول میان ترجیح میدن رشته رو برن تا یه دانشگاهی به خصوص، یعنی رشته ارجحیت داره به دانشگاه. این شکلیه که پس همه جا اپلای میکنن تقریبا، یعنی مثلا هر دانشی فکر میکنم 15 تا 20 تا جا اپلای میکنه و آخرش هم ممکنه به جایی برسه که من دانشگاه آوردم توی روستایی ولی پزشکی میرم. این شکلیه. برای همین به نظرم آدم یه کالجی بره که آسون تره، نمره راحت تری بگیره، اونجا تصمیم عقلانی تری. در مورد استاداش چطور؟ چه استادایی داره؟ آیا استاداش کسایی هستن که بگیم نخوان نمره بدن یا اینکه نه استادای خوبی داره صرفاً FSP بخواد سختی داشته باشه، مثل حالا بعضی کالج‌ها مثل هایدلبرگ و هامبورگ؟ ببین حالا کالج مونیخ یه اصطلاح آلمانی میشه یه دغه داره، یعنی یه تریک خاصی داره، یه مکانیزم خاصی داره، یه به اصطلاح یه بیروکراسی پیچیده‌ای داره که از حالا اوبشتات بایرن میاد که اینا سعی میکنن معدل رو توی محدوده‌ای نگه دارن. یعنی من اینجوری متوجه میشم، هیچ موقع تایید خاصی من از کسی نتونستم بگیرم، ولی حسم اینجوریه از طریق حالا ارتباطی من بچه‌ها دارم یا با خود معلم‌ها، حس من اینجوری بود که سعی میکنن نمره رو توی زمینی نگه دارن. از طرف دیگه خود ایالت بایرن توی امتحان آبیتورش ایالت سختگیریه نسبت به بقیه و به همین سبب هم دانشجوهای کالجشون امتحانای سخت‌تری رو میدن تا دانشجوهای کالج دیگه. به همین دلیل هم معلماشون یه ذره امتحانا رو فوق سخت‌تری برای اون FSP و نمرات هم به طبع خب یه ذره. حالا من سوالی که خودم اتفاقی به شخصی دارم، چون کالج مثلا من هامبورگ بودم، دقیقاً شرایطی که میگی هست ولی پر ایرانی بود. یکی از دلایلش هم اینه که آزمون ورودی نداره. پر یعنی مثلا میتونم میگم توی کلاس از مثلا 20 دانش آموز شاید 15 تا ایرانی شما پیدا کنی. کالج مونیخ چقدر توش ایرانی داره و فضای دانشجویی چجوریه؟ کالج مونیخ قبلا ایرانی‌ها کمتر بودن، الان مثل که زیادتر شدن. مثلا دوره من فکر می‌کنم توی یک ترم توی هر کلاسی 2-3 نفر ایرانی بودن. اینجوری بگم 2-3 تا ایرانی، آره 2-3 تا ایرانی بودن. زمازمستا کمتر، 1-2 تا حالا تی کورس این کورس بیشتر همین بودن و بقیه کورس‌ها کمتر، ولی الان حس می‌کنم بیشتر شده، خیلی بیشتر شده، شاید 2 برابر از این. بعد فضاش چجوریه؟ آیا مثلا فضای به قول معروف خوبی داره؟ چون من با همه بچه‌ها صحبت کردم، مثلا خیلی از کالج‌ها نه، چون بچه‌ها سنشون پایین تازه وارد آلمان میشن اصلا فضای قشنگی نداره، خیلی جو رقابتی شدید و حتی رقابت تمیز هم نه. مثلا جوری که بچه‌ها واقعا یه جورایی نه تنها با خود کالج بلکه با خودشون هم یه جوری رقابت کنن. میخوام همچین جوی تو کالج مونیخ هم کلا هست یا نیست؟ طبیعتاً هست. طبیعتاً فکر می‌کنم تو هر جایی، تو هر کالجی که اون وارد شدن به دانشگاه اون کالج سخت‌تره و همونجوری که گفتم بچه کالج مونیخ را سخت‌تری دارن نسبت به کالج‌های دیگه که وارد دانشگاه میشن، رشته به اصطلاح مورد علاقه‌شون به طبع هم همون جوری رقابت‌ها سخت‌تره. همیشه کسایی هستن که حالا بخوان رقابت یه ذره تلخ کنن، یه ذره یه طعم دیگه بهش بدن، ولی بله فکر می‌کنم به طبع رقابت توی این کالج سخت‌تره. جو دانشجویی رو من به نظر موقع بد نیست، شخصا میگم. دوستای من حالا خیلی یه ذره بد میگن اینا، من زمان خوبی تو کالج گذروندم راستش. خیلی هم عالی، خدا رو شکر. خب کالج مونیخ رو سینا به اتمام رسوند و چیزی که هستش اینه که بعد از اینکه کالج مونیخ رو به اتمام رسوندی اولین اقدامی که کردی و چیزی که به ذهنت رسید چی بود؟ اصلا بعد چه قدمی رو میرفتی؟ قدم بعدی چی بود؟ من میخواستم توی رشته‌های ناتورویسنشافت علوم طبیعی
توی اون رشته وارد بشم. مثل خیلی از دانشجوهای توی پزشکی اون اول بنابرای دلیل مختلفی حالا نشد و وارد رشته بیوشیمی شدم و اونجا اون رشته رو شروع کردم و بعدش هم یه علاقه خیلی عجیبی نسبت به اون رشته به اصطلاح توی من پرورش یافت و اون رشته تا آخر خوندم و تموم کردم. یه نمره خوبی هم توش در اومد، خدا رو شکر. و حالا سینا یه راهی رو رفته که تا الان تو آلمان هیچ کس نرفت. یعنی بچه‌ها زمانی که یه توضیح من اینجا بدم، بچه‌ها زمانی که نمره حادثه‌شون خوب نمیشه یا مثلا از 1.56 به بالاتر میشه، یا طرف شانس اینو داره که صد زندگیشو بذاره برای تستاز دیجیتال که خودش یه ریسک بزرگه، یا اینکه هی وایس پشت آزمون تستاز نمره تستاز خوبی بگیره. مثلا برای دانشگاه مثل گوتینگن اینا که تستاز یا حتی ماینز که خیلی تستازو داخل میدن توی روند پذیرش اپلای کنه. اما یا دسته دیگه بچه‌ها نمرهشون شاید حتی از اینم بدتر باشه و مثلا برن 3-4 سال آوسبیلدونگ بگذرونن که آیا بعدش بشود نشود، برن یه رشته رو بخونن بتونن تغییر رشته بدن. اما راهی که سینا رفته راه کاملا منحصر به فرد، یعنی شما تو آلمان نه لحاظ اقامتی به مشکل میخورید، یه دونه استودیوم به پایان میرسونی و بعد اقدام میکنی برای پزشکی، یعنی اولین نفر تو کل آلمان اینو رفته جلو. خب حالا خانم سینه که از بچه خودمونه چه جوری این روش رو رفته جلو و چه جوری به نتیجه رسیده و اصلا راهش رو توضیح بده برای اولین بار ببینیم به چه نحوه. میخواین راه به اصطلاح اداریشو بهتون بگم یا اینکه چه جوری شد من علاقم دوباره به رشته کلا روش؟ اوکی. روشش که ببینید اینجوری شد که من رشته بیوشیمی رو که خوندم دوست داشتم ترکیبش بکنم همیشه با به اصطلاح با کلینیش فورشونی، تحقیقات کلینیکال که اکثر موارد یه موجود زنده همیشه اونجا هستش، حالا یا موشه یا آدمی زاده و نزدیکترین شنیدپونکتش با این فورشون میشه رشته‌های مدیسین مثل پزشکی که من باعث شد که من ترغیب بشم تزمو، یعنی به اصطلاح تز لیسانسمو توی یک زمینه پزشکی بنویسم، کاری که نمی‌کنن خیلی. وقتی رشته شیمی یا بیوشیمی میخونید شما تزتون هم توی همون رشته مینویسی. من حالا با زحمت خودم و سعی تلاش و یه ذره تحقیق تونستم یه رشته تزی رو پیدا بکنم که هم جدیده، یعنی تزی نیستش که بخوام حالا کسی کپی پیست بکنیم یا تزی باشه که از قبل انجام شده، یک فورشون، یه زمینه فورشون که جدیده. من توی اون زمینه نوشتم و همون هم به اصطلاح پولش کردم به پزشکی. خیلی عالی. خب حالا یه سه سوال این وسط پیش میاد، یعنی هر کسی که اولا که این تز سالی که تو خوندی چقدر حدوداً طول کشید؟ این چی که خوندم؟ رشته بیوشیمی که داشتی تو توی دانشگاه؟ من 3 سال و نیم خوندم. 3 سال. و آیا هر رشته‌ای که طرف بخواد یه استودیوم به پایان برسونه که بعد از طریق این روش اقدام بکنه میشه یا نه باید مرتبط باشه؟ مرتبط باشه خیلی خیلی راحت تره اومدن داخلش، گرچه آدمایی هم هستن که با رشته‌های کاملا نامربوط مثل هنر من از کسی رو میشناسم با رشته هنر اومدن پزشکی مثلا استودیوم اومدن پزشکی خوندن. اینا بستگی فاکتورهای خیلی مختلفی داره، ولی مربوط باشه خیلی برای اون تصحیح کننده به وربونگ شما به اصطلاح اون گوت آختا خیلی راحت تر قابل درکه. بله. خب حالا این وسط دوباره باز یه سوال دیگه پیش میاد، سوالی که حالا زمانی که طرف یه استودیوم به پایان رسوند و عرضم به خدمتت که میخواد حالا یعنی نمره هم گرفته انتظار رو داده و یه سری ریز جزئیاتی که داره و بعد میخواد برای دانشگاه اقدام بکنه، طبق چیزی که هستش اینه که دیگه از طریق کویت عادی نمیتونه، حالا به صورت دقیقاً گفته خود یونی اسیست و پورتال دانشگاه و اینا میره از طریق هوخشول اشتارت. خب و چیزی که هستش اینه که یعنی روند کاملا متفاوت که همه فکر می‌کنن برای آلمانی است، ولی تو این زمینه دیگه فقط نیاز نیست که شما آلمانی باشی، به طور عادی هم میتونی اقدام بکنی. حالا توی اونجا چه چیزایی تاثیر داره؟ آیا مثلا دیسا تاثیر داره؟ آیا مثلا نمره حادثه تاثیر داره؟ یا چه چیزایی میتونه موثر باشه؟ دیسا تاثیر نداره، تست آس تاثیر نداره، نمره کالج شما تاثیر نداره، نمره بچلرز شما به مقدار بسیار کمی تاثیر داره،
دلیل شما تاثیر اصلیه، 80-90% بتونه تاثیر بذاره به چه دلیلی میخواین برین سوایت استودیوم بخونید و اون دلیل هم همینجوری نمیتونید بنویسید. اون روش‌های خاص خودشو داره، چون که مصحح امکان میشه تصحیح کننده مصحح اون اپلیکیشن شما آدم فاخ اون کار هست. یعنی دیگه کسی نیستش که به آمتای مثلا میگم یه آمستودنتی باشه یا به قوکاوفخاو باشه، به قوکاوفمان باشه که بخواد بره اونجا بشینه و اپلیکیشن شما رو تصحیح بکنه. آدم این کاره، اونو میخونه، میبینه که آقا با سیوی شما میخوره این دلیل یا نه، با تلاشی که از قبل کردیم میخوره یا نه، برای آینده به درد میخوره یا نه. اینا نکاتی که دقت میکنن بشه. خیلی عالی. و از این روش، یعنی حتی یه روشی که دیگه نیاز نیست بچه به سمت هاوس بیلدینگ برن، به سمت هیچ قسمت دیگه‌ای. و خیلی از بچه‌ها که حتی درگیر اینن که بخوان تستاز بدن، همزمان یه استودیوم شروع میکنن 2 سال 3 ساله، میتونن راحت با گذروندن این برای خیلی از دانشگاه اپلای کنن. حالا دلیلش چی بود که اصلا برای ماربورگ اپلای کردی از این روش؟ آیا جای دیگه اپلای کرده بودی یا اینکه صرفا اینجا رو دوست داشتی که بخوای اپلای کنی بری؟ ماربورگ رو دوست داشتم. کلا من اومده بودم از قبل ماربورگ رو دوست داشتم. دوست داشتم غرب آلمان باشه دانشگاهشون و بنا به یاله شرایط دیگه ای من حالا ماربورگ ذره اختصاصی تر گذاشتم. ماربورگ کلا یکی از دانشگاهایی که ظرفیت دانشجویش خیلی بالاست. اگه اشتباه نکنم، فکر کنم شما بهتر از من بدونی، اول الموی مونیخ، بعدش دانشگاهی مثل ماربورگ و اولم که زیاد میگیرن، 500-600 نفر فکر میکنم میگیرن. یه حالت استاتیستیک تور من زدم ببینم که اول کدوم شانس بیشتر هست برای پزشکی. هوشوریشتارت یه نوع اپلیکیشن خاصی داره، فکر میکنم مثل حالت کنکور دادن ایرانه که آدم رده بندی پریوریتیز قم میکنه و میزنه. من دیدم حالا هم استاتیستیک تور اون بالا آدم ماربورگو بزنه راحت تره و محتملا رو اول هم زدم. خیلی عالی. بله. و این کاملا پس چیزی که داریم میگه کاملا از حالا نوع اپلای بچه‌ها متفاوته، به خاطر اینکه اصلا ماربورگ برای بچهای اینترنشنال فقط آینسکوم 0 میگیره، یعنی آینسکوم 0 و اصلا چه برسه به اینکه یه نفر بخواد با همچین حالتی بره. یعنی عملاً کسی که میگیم، یعنی سینای عزیزی که همچین پذیرشی رو آورده، ربطی با آینسکوم آختی هر چیزی نداره. شما اگه نمراتون 3 هم می بود، اگه این روش رو اجرا می‌کردید می‌تونستید به نتیجه برسید. عملاً نتیجه خودت یه چیزی حتی سخت‌تر از این نمرات کالج و غیره بوده، تزها و یه سری روش‌هایی که خیلی 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 به سخت بهش رسیدی و راه حل‌های ریزی که بوده و حتی اینکه چجوری بخوای قانع کنی. قطعاً هر کاری ریز جزئیات داره، اجرا کردن اون ریز جزئیات و موارد دیگه. یعنی اولا هر کدوم از بچه‌ها با هر نمره میتونن برای این شانس داشته باشن. و خب بله، اینم اضافه بکنم که ولی یه برنامه‌ریزی 1 سال 2 ساله میخواد. این یه راهیه که من حس میکنم سیفه. یعنی شما میخوایم این که من تصمیمم گذاشتم بعد از مهاجرتم، تصمیم زندگیمو گذاشتم بیام پزشکی رو بخونم، هر سنی شدم، هر شرایطی که هستم، من علاقه من اینه. من خودم اینجوری انتخاب کردم. من حاضر بودم که همون بیوشیمو بخونم، توی کلینیش فورشونگ برم، حالا از طریق بیوشیمی. ولی خب من دوست داشتم با مریض کار کنم. اگه آدم تصمیم زندگیشو بذاره که میخوام حتما اینو بخونم، همین رشته به این دلیل نه به این دلیلی که حالا فامیل این میگه و نمیدونم ایران اینجوریه، تصمیمشو واقعا بذاره. اینا چون دلیل استیبلی نیستن، آدم یه جایی گیو اپ میکنه. تصمیمشو بذاره، برنامه 1 سال 2 ساله بچینه، رزومه‌شو قوی بکنه، بتونه اثبات بکنه به اون کسی که تو فورشونگه که آقا من این کارم، من تجربه دارم، نمیدونم اینجوریم اونجوریم، اثبات بکنه، به اصطلاح وارد میشه. پرفکت. و تو این قسمت حالا یه سوالی که پیش میاد، حتما یعنی این استودیومی که شما میگذرونی که بخوای برای سوایت استودیوم اقدام بکنی، اولیش باید تو خود آلمان باشه یا کسی توی کشور دیگه خونده باشه یا تو ایران هم میشه؟ چه که میدونم سوایت استودیوم باید توی چیز خونده باشید، توی ای او خونده باشید. استودیومتون باید توی ای او باشه. حالا اگه آدم خارج از ایران خونده باشه، یه رشته رو راه دیگه برای اپلای هست. خیلی هم عالی. خب و حالا یه چیزی من اینجا تو پرانتز بگم، دقیقا همونطور که خود حالا سینای عزیزم گفت، این داستان یعنی به خیلی ریز جزئیات برمیگرده، اینکه شما بدونید برای کجا اقدام بکنی، اون جایی که اقدام میکنی به چه کسی بدی، چه جوری بنویسی
بعد حتی گفت حتی مقدار کمی معدل بشری شما، حالا معدل بشری شما میتونه تاثیرگذار باشه. یه قسمت اصلا اون مصاحبه اینکه شما چی بگید اصلا کار ساده نبوده. یعنی من قشنگ اینو به آدم به صورت قاطع میتونه بگه کار ساده نبوده. و من اتفاقا خواهشی که ازش کردم، حالا ما از اون ور که واقعا قسم کمک به بچه‌هاست و اولین بارم چون توی آلمان واقعا این موضوع رخ میداد، یعنی هر کدوم از بچه‌ها هر این مسیر رو بخوان برن شاید ندونن و واقعا طرف چون 2-3 سالم وقتش رو بعد بذاره، یعنی چیز کمی نیست که بخوایم بگیم. من ازش این درخواست رو داشتم که برای بچهای خود ما، یعنی عملا جزء تیم ما بشه سینا عزیز، و برای تعداد محدودی از بچه‌ها این کار منتورینگ رو انجام بده، یعنی همراه با اونها کار منتورینگ رو انجام بده. و این موگلیشکای برای بعضی از بچه‌هایی که حالا یا شرایط خاصی دارن یا به قول معروف میخوان این راهو، به قول سینا تصمیم قطعیشون برای پزشکی و واقعا با آینده نگری دارن وارد این داستان میشن، این کار رو انجام بده و خودش مستقیما کسی که تنها نفری که تو کل آلمان تونسته این روش رو بره مستقیما با بچه‌ها در ارتباط باشه و به صورت منتورینگی کمکشون کنه. که و واقعا همینجا ازت تشکر میکنم بابت این حرکتت. و این از این که لازم توی پرانتز بگم. و توی قسمت بعدی و قسمت آخری که حالا دوست داشتم راجع بهش صحبت کنیم، اگه برمیگشتی به گذشته چه روش‌هایی رو اجرایی می‌کردی، چه روش‌هایی رو اجرایی نمی‌کردی و اصلا چه تفاوتی تو مسیرت می‌دادی؟ اگه گذشته برمیگشتم، آره. کالج مونیخو حس می‌کنم نباید میرفتم. کالج مونیخو این یکیش. کالج مونیخو حس می‌کنم نباید، گرچه آدم هر جایی که رسیده از طریق تجربیات گذشته‌شه، اینم بگم ناشکری نمی‌کنم، ولی به نظرم تصمیم درستی نیستش. علاوه بر فکر کنم تصویرت رفت شما. جونم بگو از تا اونجایی شنیدیم صدات رو که گفتی که اگه برمیگشتم کالج مونیخو نمیرفتم و قسمت بعدی می‌خواستی بگی اونجا قطع شد. آره ببین کالج مونیخو من حس می‌کنم گزینه هوشمندانه نیست در این زمان، حس می‌کنم حداقل. سعی بکنید کالجی رو برید که کارتون رو فعلا تو این 1 سال آسون بکنه، چون رشته پزشکی به اندازه کافی سخت است، شما خودت میدونی. یه ترم 3-4 فکر میکنم همینش گفتی، رشته سختی هستش. این 1 سال جوری برید که بارو از دوشتون یه ذره بردارید، مخصوصا برای کسایی که کالج تازه وارد میشن، تازه وارد آلمان میشن. شما 1000 تا حجمه دیگه اداری، مالی، 1000 تا حجمه دیگه هست روی دوشتون. لازم نیست جایی برید که حالا استرس نمره هم حالا بخواید خیلی بکشید. این کارو به نظرم نمی‌کردم. مثلا یک کالج دیگه میرفتم. به غیر از اون همش به نظرم سر جای خودش میشه. و حالا یه توصیه اگه به بچه‌ها که بخواین راهو برن یا کلا طرف ناامید باشه دنبال یه راهی مثل این راه باشه یا هر داستان دیگه که تو مسیر خودت باشه، یه توصیه اگه بخوای به بچه‌ها بکنی چی می‌کنی؟ چون واقعا به نظرم کار خیلی بزرگی کردی و کسی که اینقدر برای هدفش تلاش میکنه و در نتیجه میرسه فوق‌العاده ارزش داره. یعنی فوق‌العاده ارزش داره و اتفاقا خیلی هم لذت میبری از اینکه به اون نتیجه رسیدی. و الان کالج ماربورگ دانشگاه ماربورگ هم تو پزشکی بی‌نظیره. یعنی واقعا همین که میگیم آینس کمون فقط میپذیره بی تاثیر نیست، واقعا جزء بهترین دانشگاه هستش توی پزشکی و ان شاءالله این ترم دیگه استارتش رو میزنی با یه پیش زمینه خیلی خوب دیگه. یعنی تو بیوشیمی هم خوندی، عملا یه سری از درس‌ها رو میتونی آنغشنن کنی و عملا خیلی اتفاقا برات تازه سبک‌تر هم میشه. و چه توصیه‌ای داری برای بچه‌ها؟ این توصیه‌ای که دارم بر اساس تجربه‌ام میگم، بر اساس چیزایی که دیدم. من فکر می‌کنم حالا زمان زیادی که تو آلمانم بر اساس تجربه میتونم حرف بزنم. اونم اینه که خیلی از بچه‌ها رو دیدم با امید پزشکی میان اینجا، مثلا حالا 1000 تا اتفاق پیش میاد، مریضی میشه، سرما میخورن، نمیدونم نمرشون بد میشه، هر چیزی میشه و ناامید میشن، میرن یه رشته رو میخونن، رشته رو با لذت نمیخونن، همین ترم درگیر اپلاین، درگیر چیز دیگه. اینو کاملا خودم متوجه میشم. اینه که میخوام بدونین که همیشه یه راهی هستش که شما وارد اون رشته که میخواین بشید، فقط این زمانشه که عقب جلو میشه. این پیشنهاد منه که اگه واقعا یه چیزی رو میخواین مثلا برای پزشکی حداقل یه بدونین که برنامه‌ریزی مدون 1 سال 1.5 سال میخواین که شما هی بچینید این رزومه رو به اصطلاح پر بکنید، بچینید با چیزایی که حالا بعداً من به خود توضیح میدم که چجوری این رزومه رو چیده بشه و بعد با اون اپلای بکنید. و این رشته‌ای رو که میخونید، چون اکثر کسایی که رشته پزشکی میرن یه جوری به ناتورویسنشافت هم علاقه دارن، حالا یا رشته شیمیشه، بیوشیمیشه، بیولوژیشه، بیومدیسینشه، هر چیزی که هستش.
اون رشته رو که میخونید تمومش کنید. اگه میبینید نمیشه، مثلا عمرتون در حدی نیستش که هیچ امیدی ندارید که از طریق کالج برید پزشکی، اون رشته رو تموم بکنید و تا جایی هم که میتونید به مدیسین نزدیکتر باشه. اون رشته بچلرزتون به مدیسین نزدیکتر باشه، واحدایی که میگیرید به رشته پزشکی نزدیکتر باشه. اگر هم دیگه دارید واقعا تمامش بکنید، تزی رو هم که مینویسید بگردید تز معمولی پیدا نکنید. تز معمولی پیدا کردن کار راحتیه. شما توی رشته دارید میخونید، یه آربایتسکوپی رو پیدا میکنید، یه گروه علمی رو پیدا میکنید و وارد اون گروه میشید. یه تزی رو به شما میده پروفسور یا اون دکتر قانتر، میگه که آقا اینو انجام بده. 3-4 ماه وقت شما، 6 ماه وقت شما میره و تهش هم ارزش علمی نداره. اگه بتونید رشته رو پیدا بکنید، تزی رو پیدا بکنید که ارزش علمی داشته باشه، هر جای پابلیک مثلا عرضه بشه، اسمتون یه جایی بره، ریپوستری بره، کنفرانسی برید، چون حالا اینم جزء تریکاست که بعدم بهتون میگم، بتونید جایی برید که بالاخره اسمتون ثبت بشه. اینا همه ارزش علمی داره و اگه گیواب بکنید به نظرم نمیصرفه. الان تو این زمان خودتون میدونید چقدر سخته اینجا تو آلمان اومدن. شما دانشجوی تنهایی، نمیدونم هزار تا بحثای دیگه هست به خارج از درس و اینا. من به نظر خودم، نظر شخصی اینه که فقط زمانی صرفیده که شما اون چیزی که می‌خواستیم اول اومدی برسی بهش. این وسط مسیر رو عوض بکنی اینا ممکنه یه زمانی بعدا نگاه بکنی آقا من میتونستم اینجایی برم، چرا یه سال دیگه وای نستادم؟ چون شما فرض کن مثلا پدرامی رو تصور بکن که 65 سالتونه، فرض کن میگم پدرام 65 ساله، الان من مثلا میگم شما 22 سالتونه، 25 نمیدونم چند سالتونه، بگیم که آقا پدرام چند سال سابقه پزشکی داره، سابقه کار توی مثلا زمین پزشکی میگیم 40 سال. آقا سینا چند سال داره؟ 38 سال. 38 با 40 در آخر خیلی فرق نمیکنه. شما 2 سال وایسی هیچی عوض نمیشه. درست میگم؟ من اینجوری نگاه میکنم. دقیقاً کانت هم درسته. هیچ فرقی نمیکنه. اگه وایسید یه ذره سختی رو بکشید، برنامه رو بریزید، قطعاً میایید. راه خوبیه، راهیه که بعدش هم وقتی وارد پزشکی میشید اون موقع با مغز پرو کار علمی کردید و اینا، به نظرم همش راحته. اصلا حرف تو برای کسی که واقعا دیوونه پزشکیه و واقعا به نظرم این خیلی جواب میده. حالا یه سوال 2 تا سوال برام پیش اومد. اول غیر عرفی ازت بپرسم، به نظرت اگه کسی واقعا یه رشته دیگه جز پزشکی دوست داشته باشه، مثلا طرف عاشق بیوشیمیه، آقا دیوونه بیوشیمی و پزشکی، به جای اینکه بیاد تو آلمان اول کالج بگذرونه، تستاز بده که 2 سال درگیر این بشه، بره همچین کاری رو کنه، اپلای کنه، تو توصیه میکنی یا نه؟ چون قطعا مطمئنم این برای بچه‌ها سوال میشه. چیکار کنه؟ متوجه نشدم. این طرف وارد آلمان میشه، به جای اینکه اول مسیر کالج رو بخواد بره، بعد بره سراغ این مسیر، اگه خدای نکرده نشد، بره مستقیما سراغ این مسیر. مستقیما سراغ zweitstudium بره. رشته اولش چی بخونه یعنی؟ همین، حالا هر چیزی که هستش. حالا طرف مثلا 2-3 ترم تو ایران یه رشته خونده، میتونه اپلای کنه با این پیش زمینه. منظورم مثلا دیگه نیاز به کالج هم نداره. حتی مثلا یه رشته خونده تو ایران، حالا تو ایران کالج، تو آلمان کالج نرفته، یه رشته خونده تو ایران مثلا زیست شناسی بوده، هر چیزی، به جای اینکه حالا نمره‌اش هم خوب نیست اصلا که بخواد مستقیم برای پزشکی اپلای کنه، به جای اینکه 1 سال بخواد کالج توی آلمان بره، نمره‌اش حالا بد بشه، با تستاز جبران بکنه که 2 سال، مستقیم بیاد از این راه بره جلو. مستقیم بره zweitstudium برای پزشکی یا برای راه خوبیه. من به نظرم از ایران این کارو که گرچه فکر می‌کنم حالا اون رشته اول تو ایران خوندن تاثیر نداره، من حالا اینو دقیقاً باید خودم مطالعه بکنم. رشته رو باید توی فکر می‌کنم یه حوزه اتحادیه اروپا خونده باشید رشته اولتون رو، ولی فرض می‌کنم مثلا تو شما کشور تو حوزه اتحادیه اروپا این رشته رو خوندید، مستقیم برای رشته دوم پزشکی اپلای بکنید. من به نظرم کار خوبیه. وقتی که شما مثلا یکی دو بار امتحان می‌کنید برای مثلا کالج، نمیشه نمرتون دیگه مثلا دیگه خفنونگی امیدی ندارید، به نظرم راه خیلی خوبیه. مخصوصا اگر توی ایران یا توی کشور دیگه‌ای یه ذره کانکشن دارید. حالا توضیح میدم بهتون منظورم یعنی که چرا، چه فورتایی داره. در کل به نظرم راه کالج آسون‌تره، راه کوتاه‌تریه، ولی این راهی که مثلا شما داریم بهش حرف میزنیم راه خیلی خوب و سنگینیه برای کسی که دیگه
وارد فضای دانشگاه شده دیگه ازش مثلا اینجوری بگم از دیگه گذشته بخواد تست انجام بده، دیسا انجام بده، نمیدونم از این کارا و یه سری پوانه رو داره، همین الان پوانه داره، لازم نیست که دوباره بره از صفر شروع بکنه و اگه یعنی بر اساس اون پوانه بخواد استارت بزنه شاید جای بهتری اصلا لند بکنه. خب من آخر داستان اینطوری بگم که واقعا به یه جمله سینا گفت واقعا اگر میخواید تا تهش برید این مسیر رو شروع کنید، به خاطر اینکه مثلا من میدیدم مثلا بعضی وقتا سینا حتی استوری میذاش میدیدم که مثلا تا ساعت 8 9 شب تا یه جایی مثلا هستش داره مثلا اتفاقا از هیستولوژی بود از میکروسکوپ بود چی میذاشتی با علاقه. آره من تزم توی نوروپاتولوژی بود، من کل تابستون ساعت 1:30 شب 2:30 شب داشتم چیز میکردم پشت میکروسکوپ بود. اصلا واقعا هم کیف میکردم هم فوق تعجب که چه جوری میشه و سر همین واقعا آدم باید براش تلاش کنه. به همین راحتی نیست. این راهی که سینا رفته الان داریم با افتخار ازش صحبت میکنیم فوق العاده سنگینه، یعنی چیز ساده ای نیست طرف فکر کنه مثل خوندن درس امتحان نهایی یا کالج بخواد بره. راهیه که به قول معروف مثل کالج شناخته شده نیست و طرف واقعا پر از ریسکه و بعد بره جلو ببینه که چه جوریه و سختی خودش هم قطعا داره. یعنی همینطور که مثلا اینجا گفت 1:30 شب طرف داره وقت میذاره یه سری چیزا رو آماده میکنه که بتونه از این روش به نتیجه برسه و واقعا دمت گرم. این خیلی خوشحالم که در کنارم بودی. اگه هر صحبت دیگه داری بفرما. اگر در کل بخوام خیلی جمع بکنم بگم این راه برای کسای خوبه که فورشونگ رو دوست دارن، ریسرچ رو دوست دارن، اخلاقی در شبیه به منظورم اینه. اگر که شما میخواید پزشکی بشید که ریسرچ رو دوست ندارید به نظرم راه سختی واقعا، چون این یعنی این راه رفتن که بخوای همون اول، چون ریسرچ رو واقعا میگم اینجوری روک بگم براتون، کسایی که رشته‌های بچلرز مسترز میخونن ریسرچ شدن تازه بعد از مسترز شروع میکنن، احتمالش کمه که شما بخواید با بچلرز تز علمی بدید، یعنی بار علمی داشته باشین. همه فکر می‌کنم مطلع باشن در موردش. اگه آدم ریسرچ هستی، بیس خوبی دارید توی رشته‌های ناتوویسنشافت، اینو به نظرم راه خوبیه، یعنی هم راهیه که آدم خیلی توش چیزی یاد میگیره، هم اینه که راهش براتون دیگه رفتنش اونقدر سخت و تلخ نیست، چون بالاخره کاری دارید میکنید که همیشه کردید و عاشقشید، حالا وصلش میکنید به رشته دیگه. دقیقاً پرفکت. خیلی خوشحالم که مثلا کنار یکی از بچه‌های خودمون و خیلی خوشحالم. حالا ان شاءالله که در ادامه همراه هم هستیم و دیگه قسمت بشه بعضی از بچه‌ها حالا خودت هم که من چه رسیدی از این روش به نتیجه برسونشون. حتما خسته نباشی. خیلی ممنون، سلامت باشی، خدا نگهدار.